زنم راضی است که من زن دویم گیرم و به خانه بیارم، ولی فقط اگر زن دویمم خواهر او باشد. من میفهمم که خواهر و اپه را گرفتن در اسلام روا نیست و او میفهمانم، اما او میگوید که خواهرم او را و هم فرزندانش را نگاه و بینی میکند. یعنی خواهرم بیاید، این باز به من نزدیکتر است که هم خودم من نگاه و بین میکند، هم فرزندهام نگاه و بین میکند. زنی بیگانه باشد در نبودن من، نه او را در خانه میگنجاند و نه فرزندانش را. یعنی زنی بیگانه را بیاری، نه مرا نگاه میکند نه فرزندهای ما را. من چیکار کنم داملای عزیز؟ این مسئله هست که این خداوند حل کرده است، این پیغمبر حل کرده است. در اینجا دیگر مراجعت داملا هیچ حاجت نیست. شخصانی که گایمری دارند شبای دراز ای درد سر خوب ندارند و سرشون خم میکنن، در میکنن، یا که کم ترک سرشون میشوند نمی میگیره، در میکنه، آب بینیشو بسیار میروه و شما گایمری توصیه میدید شرکتشو فرما که میتونه که همه این پرابلم را برطرف کنه. و شخصانی که این پرابلم را دارن میخوان گایمری ذکر کنن، در کامنتر در اومده گایمری نویسه، ما با شما واتساپ خود رو روان میکنیم. منم آن چیزی که قرآن میگوید، آن چیزی که حدیث پیغمبری خدا میگوید برای این برادر میرسانم که زن اوله را طلاق میکنی، عده زن اوله میگذرد، بعدا خواهر او را نکاح کرده در نکاح خود میدراری. این زمان برای تو چی هست؟ حلال از خواهر او، وقتی که اگر اپی او را تو طلاق دهی، طلاق میدهی، وقتی طلاق دادی این برای تو بیگانه می شود. این شب فراموش نکنی. این زنی که با تو 6 فرزند دارد و چندین سری سال زندگی کرد، امروز تقدیر خدا بوده است، بیمار شده است، بعد طلاق دادن او خواهر او برای تو درست می شود. و الا اگر 1000 زاره و تولا این زن برای تو کند و تو اگر با این عمل زیشت دستزنی، تو در نزد خداوند رسوا و گناهکار می شوی و تو همچون زناکار در نزد اسلام شناخته می شوی. از این خاطر خواهر او را طلاق ده، اپی او را طلاق ده، بعد گذشتن عده او، یعنی بعد گذشتن 3 حیض می توانی که خواهر او را در نکاح خود درآوری و مرحمت. اپش نگاه میکند، خواهرش نگاه میکند، اون کاری وی است. داملای محترم، دویم سوال دادن. من 1.5 سال در روسیه برای کار رفته بودم. شکر الله پاک را میکنم که در این مدت نه گوشت خوک خوردم و نه پیوه و نه عرق. روزهای بدین باور داشته با ما در هر باره بحث و مناظره میکردند و من با قدر سوادم به آنها جواب میدادم. اما وقتی که از من پرسیدند که برای چی اسلام گوشت خوک را حرام حکم کرده است، ندانستم که به آنها چی گویم. اگر شما با این سوال جواب میگفتید، از شما نهایت سپاسگزار میبودم و از الله پاک سربلندی شما را خواهان هستم. این برادران را خدا نگه بدارد که در همین خیل دولت کفر وقتی رفته برای زندگی کار میکنن، پول و مال جمع میکنن برای بهبودی زندگیشان، با بزم این به گوشت خوک نزدیک نمیشوند، با عرق نزدیک نمیشوند، با پلیدی های خداوند نزدیک نمیشوند. خوش به حالشان، خوش به حالشان که این گونه یعنی صبر خیلی کاملی را خداوند نصیب اینها گردانیدگی هست. من برای این برادر میخواهم از مراجعت دکتر یوسف قرضاوی از حلال حرامش یعنی بیان کنم که این حضرت فقط فرمودند که یعنی گوشت خوک خوردن، امروز تمام طبیبها آشکار کردند که در گوشت خوک کرمهای وجود دارد که انسان را عاقبت به هلاکت میرساند. این را میگه یک کشفیات امروز تمام طبیبهای دنیا است.
حکمت های زیاد دارد میگوید همین یوسف قرضاوی. لیکن آینده با مرور زمان با این پیشرفتی که در علم چی طب هست و چی علم زمانه هست، این آشکار می شود که چرا خداوند همین خوک را حرام گردانیدگی هست. در قرآن خداوند میگوید که انما حرم علیکم المیتة والدم واللحم الخنزیر، سوره بقره. خدا گفته بود است من برای شما حرام گردانیدم خود مرده را، یعنی سحر میخیزی که گاوت مردگی است، سحر میخیزی مرغت مردگی است، سحر میخیزی که گوسفندت مردگی است، انا همون برای تو میگد حرام است. اگرچه متاسفانه امروز از بعضی برادرها میشنویم که پدر ما برای ما گفت که در بین مردم آشکارا نکنین، امروز دستمان تنگ است، خدا خودش میداند، هیچی باکی ندارد. و دویم خداوند گفته بود است خون را برای شما، خونی که از مک میپرد، این را هم برای شما حرام گردانیدم. و سوم چیزی که خدا حرام گردانیده است این گوشت خوک است که برای شما خوردن گوشت خوک را حرام گردانیدم. حتی که در سنن ابو داود روایت حدیث از پیغمبر خدا هست که ان الله لم یجعل شفاءکم فيما حرم علیکم، خداوند در آن چیزی که حرام گفتگی هست شفای شما در او موجود نیست. حتی در گوشت خوک گفت از خداوند هیچ شفا وجود ندارد. اگر شما عقیده داشته باشین که گوشت خوک گرم است و برای خنکی شما را دفع و دور میکند، گوشت گوسفند هم گرم است، گوشت مرغ هم گرم است، عسل هم گرم است، همه اینها گرمی دارند. امروز خدا را شکر که طب ما پیش رفتگی است، مرحمت در دکترها مراجعت کنین، اینا برای ما و شما درست هستند. نه گوشت خوک، نه گوشت خرس، نه روغن خرس، نه گوشت صغر، نه گوشت سگ که امروز اکثر کسلی ها استفاده میکنند. فقط از حلال کرده های خدا استفاده کنیم، انشاءالله شما شفا میابین. و دیگر یوسف قرضاوی بسیار یک سخن خوبم گفتن که در تجربه حیات دیدیم که کسی که گوشت خوک میخورد وای ناموس ندارد، وای غیرت ایمانی ندارد. حتی گفته است نظر کنیم به دنیای غرب که آنها که گوشت خوک میخورند از پیشش از دست زنش میگیرند و با او رقص و بازی میکنند، برده شبها استفاده میکنند، میارن باز در دست شوهرش میتن. کنی ناموسشان؟ یعنی ناموس ایمانی، غیرت ایمانی از آدم دور میشید از وقتی که اگر گوشت خوک میخورده است. السلام علیکم داملای شیرین سخن، با این سوال ما با پررگی جوابش را گردانید. کلینی که دست و پای خسورش را یا پشتش را شکد یا مالد درست است یا نه؟ کلین این فرزند همون خاندان است، فرزند مثال همون خسر حساب میخورد، این محرم است برای خسرش. از این خاطر اگر از همه ده خدمت کننده برای خسر باید که زنش باشد، یعنی زنش هر یک طبابت و دوایی که مرد میخواهد که در بدن خودش استفاده کند باید که زنش استفاده کند. اگر زنش به توفیق باشد، زنش اگر فرمان شوهر به جا نمی آوردگی باشد، این صورت به فرزنداش مراجعت کند، فرزندهاش بهتر است. اگر وقتی که زن سخنش قبول نکرد فرزنددار نباشد، این صورت می تواند که کلین از آن موضع هایی که از زیر ناف تا زیر زانو را نظر نکرده دیگر موضع ها را چکار کند، مثال چی نمود دوایی که نباشد استفاده کنند، جایز است. این مختصرا از باز برای کسی لازم است آمدد سوال کنیم پرتر جواب میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملای شیرین بیان، با این سوال من جواب دهید. اگر زن فرزند خودش را با زبان دشنام دهد، گوید پدر لعنت یا که صغیره حرامی گوید، چی باید کرد؟ و یک سوال دیگر، در مسجد ما
پیشه پیشین هر روز جنجال می شود. می گویند که در این وقت یعنی ساعت 12:40 یگان نماز خواندن درست نیست. موی سفیدها بعضیشان میخوانند و بعضیشان نمیخوانند. میگویند که نماز آنها درست نیست. در این وقت تحیه مسجد خوانیم یا نخوانیم؟ از نام یک گروه جوانانی که مخلص دائمی تو هستیم و جوابش را انتظاریم. برای تحیه مسجد خواندن اگر وقتی زوال نباشد، امروز اکثر داملا با این اتفاقند که از 12 تا 12:40 شما هیچ گونه نماز نخوانید. اگر چند وقتی خیلی زیاده اختیارم کرده باشند، برای احتیاط است که وقتی زوال باشد، در حالت زوال نماز خواندن نزد مذهب ابو حنیفه مکروه است، کراهیت است. از این خاطر در این حالت ها ما و شما نماز نخواندن ما بهتر است. بعد از 12:40 اون جانب مرحمت اولین وظیفه آدمی که داخل مسجد می شود این است که 2 رکعت تحیه مسجد ادا کند. خب و امر معروف که باشد تحیه مسجد ترک می شود، زیرا تحیه مسجد خواندن این امر مستحب است. یعنی یک امر هست که شما به خواندنش ثواب، به نخواندنش گناهگار نمی شوین. لیکن امر معروف گوش کردن این فرض است، باید که امر معروف گوش انداختن در کار. یا ببینین حالت خطبه خواندنم گوش کردن خطبه واجب است. وقتی شما آمدین سنت های شما نخوانده باشد، سنت نخوانید بلکه به خطبه گوش کنید. و بعد خطبه انجام یافتن به فرض اقتدا کنید، دیگر سنت جمعه خوانده نمیشه نزد مذهب ابو حنیفه. و این زنی که فرزندهای خود دشنام میدهد، چه از پدر لعنت و چه از صغیره حرامی و دیگر خیلی این معلوم است. وقتی که زنی که به فرزند خود پدر لعنت میگوید، یعنی وقتی شوهر خودش را لعنتی که خواند، از این زن دیگر بدبخت دیده شخص کی هست؟ کی هست وقتی که مثال فرزند خودش را حرامی میگوید، یعنی که فرزند خودش را پدر لعنت میگوید، از این کلمه قبیح نیست، از این کلمه بد نیست. وای به حال همون زنی که البته این لفظ در فرزنداش استفاده میکنه. انشاءالله من این مسئله ها را در باب همون حق زنها و جمعه دیگرش حق شوهرها همش با پرگی به شما بیان میکنم. میتوانید که این کسیته ها را برده در نزد همون عائله هاتان گذارین، انشاءالله گوش اندازند، شاید که خدا اونها را هدایت کند. السلام علیکم داملای شیرین سخن، شخصا برای من محبوب هستی. من یک چند سوالی دارم، میخواهم پاسخش را بگیرم. شخص 5 وقت نماز را ادا میکند ولی ناس میکشد و همه کارهای غیر اسلامی را بس کرده است ولی ناس را نه. درباره ناس کمی روشنی میانداختید. من برای پیدا کردن رزق روزی به شهر دوشنبه رفتم، در ساختمان کار میکنم. در روز جمعه مرا اجازت نمیدهند که به نماز جمعه روم. در این حالت من گناهگار میشوم یا نه؟ با احترام مخلص اشدی شما. اگر برادر ذره فرصت باشد برای ادا کردن نماز جمعه استفاده کنید. اگر در کجایی که شما باشین فرصتش باشد، اگر از همان سردارهاتون التماس کنین، زاره کنین، تولا کنین، اگر اجازت دادن حتمی کاری کنین که آمده جمعه را خوانین. لیکن وقتی که رئیس های شما، سردارهای شما را رخصت ندادن، اجازت ندادن، در گناه شما اونها شریک هستند. و شما می توانید که یعنی بعد ادای جمعه خلیفه جمعه یعنی نماز پیشین ادا کنید. و در باب ناس چند بارها گفتیم که یعنی در دست من یک کتابی هست از یک شیخ عرب، چاپ مدینه هست، که در باب همین مخدرات، چه از سیگاریت و چه از ناس و چه از گیروئین و چه از بنگ و از نشه و از همه اینها صحبت کردگی هست. همه اینها را یک حدیث پیغمبر خدا را دلیل میکند که پیغمبر خدا گفته بود است لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام.
اسلام گفت چنین شعار دارد. اسلام ما یک شعار دارد، همه شما دانید: نه به کسی ضرر برسان، نه از چیز ضرر ببین. پیغمبر گفتند نه به کسی ضرر برسان، نه از چیز ضرر ببین. این شعار تمام مسلمان هاست. باید که همه ما و شما با این شعار عمل کننده باشیم. یعنی ناس، سیگارت، همه اینها ضرر کننده در جان ما و شما هستند، در نفس ما و شما هستند. اگر باور کنین یک دهانی که اگر ناس نکشیده باشد، نظر کنین با اون دهان و با دهانی که ناس کشیدگی هست، با اون دهان نظر کنین. باور کنین دهان آدمی ناس نکشیده باشد، وای به منزله یک قصر است، زیبا است، زینت دارد. لیکن آدمی نازکش دهانش، همون دهانش مثل خانه ویرانه است. یک خانه که همش چپشیدگی، داخلش خیلی ویران است. نظر کنین دندانهای او را نگاه کنین، باور کنین آدم رحمش میآید که این بیچاره چی مصیبت است که به سر خودش آورده است. وای به حال همون زنی همون که نفسی او را چخیل نفس میکشیده باشد، خودش کو در یک بلا، با او زنم بیچاره در زندان دچار شدگی است. خداوند دنیا و آخرت ما و شما را آباد کند. داملای عزیز، من در سین 63 قدم ماندم. سلامتیم خدا و شکر خوب است. 4 سال پیش دختر 24 سالم از دنیا گذشت. بعد این زنم عزا گرفته است. از بر من دور خواب میکند. مدت 3-4 سال شده است که ما زنده جدا. از نگاه اسلام احوال من و زنم در قیامت چی میشده باشد؟ یا که من میخواهم که با اون نزدیک باشم، اون میگریزد. یعنی بعد 24 ساله دخترش از دنیا گذشتن، این زن عزا گرفته است. عزاش با مقصدی که یعنی دیگر با شوهرش همخوابگی نمیکند و در پهلوی شوهرش نمی ایستد. 3-4 سال شده است که این احوال در این مرد دچار شده است. باور کنین در مصیبت آدم باید صبر کننده باشد. خداوند در قرآن میگوید که و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا ان لله و انا الیه راجعون. خداوند میگوید بشارت ده آن کسانی را که بالای اونها مصیبت می آید و اونها میگویند که ما از خدا هستیم و به سوی خدا بازگشت داریم. این دختر اگر 24 ساله از دنیا گذشته باشد، این باید عبرت برای مادرش باشد که روز از روزها مادرش هم از دنیا میگذرد. و این احوالی که اون شوهر دوچار گردانیده است، با این احوال در نزد خدا چی جواب میگوید؟ حال من در قیامت میگوید چی میشود؟ حال تو در قیامت این است که در قیامت هم این زن از تو جدا هست. پیغمبر خدا گفتند که زنها را پیش شوهر میارند، میگویند آیا با این زن میخواهی که در همین جنت زندگی را دوام دهی؟ اگر زنی نیکوکار باشد، اگر زنی نیکبخت باشد، اگر زنی باشد که با قدر شوهر میرسیدگی باشد، این مرد چی میگوید؟ البته میخواهم که در جنتم همراه این زن باشم. و این زن میگوید از حورهای جنتی دیده با زینتش زیباگیش زیادتر میشده است. لیکن زنی که در دنیا مرد آزار میدهد، مرد غم و دقت میدهد، مثل این مادری که کرده است، اینها از این شوهر جدا هستند. راحت این شوهر دیگر در جنت نمیبینند. انشاءالله این سوالهای خیلی زیاد در باب زنها نزد من هست. از این خاطر من هم به یک خلاصه آمدم که در باب زنها یک صحبت مکمل انشاءالله برای شما میرسونم که همین زنها مردها را احترام کنند. البته سبب به احترامی مردها امروز به همه ما و شما معلوم است که زنها از امر معروف دور هستند. زنها سخن خدا را نمیشنوند. زنها از این صحبتهای ما محروم هستند. برای همین است این مصیبت بالای تمام مردها آمده است که زنها نمیدانند که شوهر در اسلام چه قدر و چه قیمت دارد.
السلام علیکم داملای شیرین سخن. التماس با همین سوال من جواب گویید. در خانه گربه داشتن ممکن است؟ ممکن است. اگر در خانه کسی که سگ پیغمبر خدا منع کردند، لیکن اگر در خانه که گربه باشد با گربه اجازت دادند. ناخونی دست و پا را هر دویش را یک جایه گرفتن درست است یا نه؟ درست است. اگر ناخونی دست و پا را در یک مجلس، یعنی در همین روز جمعه، اگر ما و شما تازه کنیم، این سنت است، این بهتر است، این البته افضل تر است. یک کودک 10 ساله را نمازخوان کردن و در وقت نماز سنت را بلند خواندن درست است. بلند البته درست است. برای تعلیم دادن این کودک 10 ساله، یعنی خواندن نماز سنت و خواندن نماز فرض با طریق آواز بلند که تا که کودک تعلیم نماز گیرد، البته جایز است، درست است. یگان ضرر و زیان و گناه ندارد. در وقت نماز فرض بعد از امام سلام دادن با طرف راست و چپ درست است. در نماز در دستت ساعت باشد درست است. درست است. با ساعت نماز خواندن هیچ گناهی ندارد، لیکن بعد از امام البته سلام میدهیم. بعدی که امام سلام میده السلام علیکم و رحمت الله، شما السلام علیکم و رحمت الله میگویید. یعنی سلام البته بعد امام شما هم سلام میدهید. لفظ سلام شما هم تکرار میکنید. شخصانی که در خانه خود مگنیتوفون بلند کرده همسایه را آزار میدهند، آیا از روی اسلام است؟ نه، از روی اسلام نیست، بلکه آدم البته گناهکار میشود. ما در این باب صحبت داشتیم که در خانه هایی که مگنیتوفون ها بلند کردگی هست و آزار همسایه میشود، اینش باز گناه، یعنی گناه دویم درجهش است. گناه یکم درجهش این است که تو از رحمت خدا دور میشوی. بهترین صورت همین است که این مگنیتوفون هایی که در خانه داریم، در اینها شما کسیته های امر معروف اگذارید. در این مگنیتوفون ها شما صدای قرآن اگذارید، تا که در خانه های شما اگرچه خودت نمیخوانی قرآن، اگرچه وقت قرآن خوانی نداری، اقلا همون تلاوت قرآن در خانه صدا دهد. انشاءالله برکت می شود، نور می شود و تمام جین و تمام آن چیزی که ضرر رسان است، همه اینها از صدای قرآن میگریزند. که وقتی که شما مگنیتوفون با تمام آواز بلند میکنین که حتی که معنای همون سرود شما نمیفهمید، فقط همین یک گروم 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 بست خلاص، در این حالت شما دعوت میکنید، بلا را دعوت میکنید به سوی خانتان. السلام علیکم. یک روز از بازار همین سامانی گذر داشتم، خرید کرده ایستاده بودم. باور کنین یک بای در همون کسیت صدا میداد. خوب بدبخت بود است همون حافظ. کدام بدبختی روسیایی بود است، چنان یک گپ‌های بی شرمی بی حیانه در داخل همین ثبتش وجود دارد. باز تمام آن کسانی که در اطراف همون حافظ جمع شدگی است، همه اونها با تمام آواز با دستگیری کردیستند. باور که نوای ما تلفظ کردن نمیتونم. بی نهایت گپی قبیح. انا همین گونه کسیته ها در خانه ما و شما صدا میدهد. این صورت های یهودی هایی که هر روز شکار مسلمان میکنند که بالای خانه ما و شما قرار دارند، اینهاش کفایت نکرده بود که باز این صداهای خیلی ناخوبه در خاندان ما و شما صدا میدهند. خانه مسلمان، خانه آدم مسلمان باید که چی داشته باشد؟ خانه آدم مسلمان باید که صورت کعبه داشته باشد. در خانه آدم مسلمان باید که سوره آیت الکرسی باشد. در خانه آدم مسلمان باید که قرآن از بالای جیودان رهبر خانه گذاشته شدگی باشد. نه صورت این اکتیارها و این بازینگرهایی که در کیناها ما و شما میبینیم که اونها در دوام همین 3 ساعتی که کینا می رود یا 2 ساعتی که کینا می رود با چندین زن در همون داخل کینا علیه زنا میکنند. همونها را با ما و شما بالای خانه جا کردیم.
باور کنین از این در بدبختی نیست. باور که حیا انسان باید شرم کند که نخواد در خانه مسلمان صورت کافر باید که گذاشتگی باشد. کنی شما یک گذر کنین همین دولت‌های کفر رفته و تماشا کنین در کدام خانه کافر قرآن است، در کدام خانه کافر صورت کعبه گذاشتگی است، در کدام خانه کافر سوره آیت الکرسی گذاشتگی است. چرا ما تقلید اونها میکنیم؟ چرا آنها تقلید ما نمیکنند؟ چرا ما لباسی اونها را میپوشیم؟ چرا اونها لباسی ما را نمیپوشند؟ اینا را شما خودتان مقایسه کنین. السلام علیکم محترم داملا، من از شما خواهش میکنم که درباره بعضا عرف و عادت هایی که تا حال در بین مردم ما وجود دارند و مثل در جنازه ها ارتش دادن، هفته، چیلم، شش ماهگی و غیره روشنی اندازید و تا کدام اندازه درستی این را شرح دهید. شاید با این سوال ها شما بارها جواب داده باشید، تکرار هم شود، التماس بار دیگر مفصل تر فهمانید. در محله ما اگر با جنازه خانهای قطاری یک سامانی دهند و حاجیان 5 سامانی می دهند، آیا این درست است؟ با احترام یکی از مخلصان شما. برادر عزیز، وقتی که همون حاجی یا داملایی که در همون معرکه جنازه اشتراک میکند، وقتی که برای او تو چی 5 سامانی میدهی چی 10 سامانی میدهی، این تو به یک نیت صدقات میدهی، اون کس ایره رد نمیکند، او را قبول میکند. لیکن من ندیدم هیچ حاجی و هیچ داملایی را که باید طلب کند که مرا 5 سامانی ده یا مرا 10 سامانی ده. من ندیدم تا حال و نشنیدم. وقتی که اونها را 5 سامانی دادین، 10 سامانی دادین برای همون خوشنودی ارواحاتان یا برای یک ختم قرآن کردن، دیگر بعد مذمتشان نکنین که من شما را 5 سامانی دادم یا 10 سامانی دادم، بلکه دادین با او کس وظیفه دار کنین که در حق پدر و مادر من دعا کن، وای خیر می شود، وای ضرر ندارد. لیکن در باب 40 و 6 ماهگی و سال و هفته و امروز 20 روزگی هم برآمد است و 60 روزگی هم برآمد است و باز 2 سالگی قید میکنیم، 3 سالگی قید میکنیم، اینها برآمدن، اینها را باز من تکرار میکنم که اینها از اسلام نیستند. در یگان احادیث های پیغمبر خدا نگذشته است که خواه پیغمبر خواه اصحاب او را 3 بیگینه کرده باشند یا 7 داده باشند یا 40 داده باشند یا دیگر معرکه هایی که هستند. اینها عرف و عادت هایی هستند که در بین ما و شما اینها را دشمنان اسلام پیدا کردند، برای شکستن اقتصاد مسلمان همینها را برآوردند. امروز اقتصاد ما را شکستند. باور کنین ما هیچ کدام بای شده نمی توانیم، برای که شکر خدا 10 فرزند داریم، 10 فرزند داریم. اگر هر کدام اوس 1 سال پس از دنیا گذرند، اینقدر معرکه‌ای که ما و شما میگذرانیم حساب کنین چند هزار دلار را تشکیل میدهد. باور کنین همین 6 ماهگی و 40 و همین نان معرکه هایی که برآمده است، همین ها چنان در بین ما و شما یک عمل خیلی زشتی دیگر را پیدا کردند. چه عملی زشت است؟ پدر و مادر را دوست داشتن این فرض است. پدر و مادر دوست داشتن فرض است، لیکن وقتی پدر و مادر بیمار می شود، ما دیگر از مردنش فراموش کردگیم، مردنش در میلش راضی هستیم، لیکن از معرکش می ترسیم. دیگر هیچ غمگین نیستیم که پدرمان هم گذشت میلش گذرد، مادرم هم گذشت میلش گذرد، لیکن معرکه ای را چخیلی می کرده باشید. اینقدر مبلغ از کجا من میافته باشم؟ باور که من در فکر دیگر محبت پدر مادر نیستیم، فقط همین در خیال ما فقط نان و معرکش میگذره. از خانه بیرون برآمده نمیتوانیم، هیچ جا استراحت کرده نمیتوانیم. تمام در راحت برای آدم مسلمان بسته شده است. برای مبلغ نداریم دیگر. یک کتاب برای تبلیغ خریده نمیتوانیم. 4 سومی که میآوریم پس انداز کردیم برای پدر و مادر من مرده شد.
نیست دیگر، موندیم. چیکار کنیم؟ امروز باید که همه اتفاق شود، اقلاً کمی از اینها را از بین بیرون کنیم، اقلاً سه بگاینش نابود کنیم، اقلاً همین 40 و 20 و 6 ماهه و دیگرش دور کنیم. کدام از انسانی که نان معرکه میکند وقتی خاندانش میروی باور کنید فقط گپش همین است، بسیار مشکل من آمد، بسیار مشکل من آمد، بسیار زور من آمد، حتی که دست به قرضم زدن. از کجا خیر احسان می شود؟ به قرض خیر احسان کردگی ده باور که همون خوردگی آدم گناهگار می شود خودش. هفته ما تمام کردیم تا آخری سال پنجشنبگی. امروز چنان با بیرحم میشیدیم که از 10 نفر 15 نفر در خانه ها کم نیستند. 3 طبق 4 طبق هر روز پنجشنبه. دیگر در این بابت باور کنید من هیچ صحبت کردم نمیتوانم. اینا فقط باید که همبستگی باشد، چه از طرف وکیل محله، چه از طرف همون نظارتچی که در محله از طرف کارگرای ارگان‌های داخلی وابسته هستند. یعنی همه کسا اگر به این مبارزه بریم انشاءالله ما این را از بین نابود میکنیم. لیکن برای نابود کردنش بعضی از برادرها شاید که خفه هم شوند. خفه هم که شوند اسلام دستورش این نیست. خداوند در قرآن میگوید و ما یعمل مثقال ذره خیر یره و ما یعمل مثقال ذره شر یره. خیر احسان دستت میرسد، من زید نیستم. در حق پدر مادرت خیر احسان کن، باز همسایه ها تا دستگیری کن برای روحانیت پدر مادرت. خب این زلالی ندارد. یعنی خیر احسان ما طبق عقیده که ما داریم به روحانیت پدر مادر میرسد. خیر احسانی که میکنیم اگر یک سامانی هم که باشد به روح پدر مادر ما و شما میرسد، لیکن با شرطی که ما شرایط داشته باشیم، با شرطی که دست ما رسد. خداوند میگوید که کدام شما از در دنیا اگر ذره با یک مقدار یک ذره عملی نیک داشته باشین در نزد من پاداش نیک داده میشوین، اگر ذره از بدی داشته باشین در نزد من پاداش بد و جزای بد منتظر شوید. یعنی کسی که در دنیا چیزی که میکند عاقبت حاصل شد در نزد خدا میدرود و میگیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و رحمت باد بر تو عالم شیرین زبان و شیرین گفتار. سوال ما با شما همین است که ما حالا جوان هستیم، لیکن یک خصلت داریم که اگر در محلمون معرکه توی عروسی برپا شود سر راه را گرفته از داماد یعنی از شاه بچه شهتاز گفته پول طلب میکنیم. آیا شهتاز در اسلام هست یا نه؟ برادرای اسلامی، جوانهایی که باور کنین شما مثل یک بهترین گل در داخل مسجد هستین. خوش به حال شما که در جوانی شما توبه کردین، در جوانی به سوی خدا رجوع کردین، در جوانی قدم های شما به سوی مسجد است. خوش به حال، خوش به حال همه شما جوان ها. لیکن عمل های هست که باز این کردارهای نیک شما را نابود میکنند. از آن جمله انمی شهتاز. شهتاز از اسلام نیست، این بلکه تله و تاراج کردن است. یعنی وقتی که همون داماد وقتی که با محله شما قدم میزند تا جایی که اون محله دا خرسندی باشد که از محله ما یک عروسی را یک دختری را میبرند، یعنی بروقتر میبرند تا که آینده اگر این دختر میایستاد شاید که فسادی این محله ما میشد. امروز خدا را شکر که این از محله ما با یک خرسندی البته گسیل شده ایستاده است. برای این باید که شما شکرانه کنید. یکی وقتی که مردمی که از طرف شه آمدگی هستند شما شهتاز طلب میکنین، این مثل که در راه یک کس میقپی و پول و مالش از جیبش کشیده میگیری. وای راضی نیست که به تو یگان چیزی دهد، تو مجبور میکنی تا اگر مرا 20 سوم ندی یا 40 سوم ندهی من راه را برای تو کشاده نمیکنم. این حرام است این پول برای شما.
این تله و تاراج کردن یک غصب کردن است. برای همین به این هیچ وقت جوانها راه ندین. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، التماس میکنم به سوال من جواب گردانی. یک شخص با من گفت که در دنیا خوش روی ترین یوسف است، پسر حضرت یعقوب. التماس میکنم سوال را پر فهمانی. او با ما گفت 99% خوشرویی را حضرت یوسف دارد و یک حصه او را در تمام بنده های مؤمن خداوند تقسیم کرده است. حق است. حضرت یوسف به نهایت زیبا بودند، به نهایت حسن و جمال داشتند. رسول اکرم گفتند من در آسمان چهارم با یوسف رو پرو شدم شب معراج. چنان زینت داشتند، چنان زینت داشتند. وقتی که در اصحابش این حکایت کرد که هیچ وصفی او را کردن ناممکن است. حتی در قرآن هم قصه یوسف میگذرد که زنهای مصر وقتی که یوسف دیدن در پیش خود همون سبزواتی داشتن برای ریزه کردن، حسن یوسف چنان به اونها غلبه کرد که دستهای خود بریدن و درکدار نشدن. دستهای خود خونشار کردن، درکدار نشدن، زیرا که حسن یوسف دیدگی آدم یعنی تماما از هوش میره. لیکن یکی از حدیث های پیغمبر خدا ده، یکی از صحابه ها میگوید روز من مهمان پیغمبر بودم. شب میگد 14 ماه بود میگد، یعنی شب 14 ماه چقدر روشن از زیبا هست. میگن من در پهلوی پیغمبر خدا نشسته بودم. پیغمبر میگد صحبت داشت، یعنی پیغمبر ما و شما. میگوید در همون خانه ای که نشسته بودیم نور پیغمبر خدا میگد همون خانه را فرا گرفته بود. همین صحابه پیغمبر میگوید قسم به خدا میگوید من گاه میگد مهتاب نگاه میکردم روشنیشه، گاه میگد چهره پیغمبر خدا را به خدا قسم که چهره پیغمبر میگه از مهتاب دیده روشنتر بود. یعنی پیغمبر ما و شما از مهتاب هم دیده روشنتر بودن. یعنی حسن رسول اکرم از حسن یوسف هم دیده بالاتر بودن. السلام علیکم بابای حاجی میرزا جان، ما خواهش داریم از زبان شما شنویم جواب سوال را ساده کرده به ما فهمونید. مردکی که قاشش را میتراشد گناهکار میشود یا نه؟ این ابله از کسی قاش میتراشد؟ نخواه مرد قاش تراشد. مرد است. قاش تراشی، قاش چیندن چگونه ای که ما از حدیث پیغمبر خدا به شما رسانیده بودم که 4 طایفه را پیغمبر خدا لعنت کرده بود که یک تای همون کی هست؟ زنهایی که قاشهای خدا باریک میکنند و کسانی که با این قاش باریک کردن با متخصصند. از حساب همین قاش چیندن اونها پول میگیرن، مال میگیرن. دیگرش زنهایی بودن که دندانهای خدا باریک میکردن. دیگرش زنهایی بودن که چهرههای خودشان در خال میگذاشتن. دیگرش زنهایی بودن که مویهای علمه میکردن. پیغمبر خدا گفت که اینها در حسن خدا دادگی تغییر در آوردن، تغییرات در آوردن. این قسم شیطان بود که قسم به عظمتی تو ای خداوند من در چهره این فرزند آدم تغییرات می درآورم. همین گمان شیطان حق برآمد. امروز زنها را تماشا کنین، قاشها باریک کردگی هستند، مویهای علمه دارند، خالها میگذارند، دندانهای باریک دارند. اینها را پیغمبر خدا لعنت کرد. اگر مبادای مردهایی که امروز اگر این استفاده کنند، اینها هم در لعنت خداوند داخل می شوند. بسیار ابلهی هست، بسیار شرمندگی است. شما باور کنین همون من بسیار اخبارات ها را نگاه میکنم، به اخبارات بسیار توجه زیاد دارم. وقتی مردمی اسپانیا را تماشا کنین یا مردمی ایتالیا را، در یک گوش مرد 3 گوشوار دارد.
سه گوشوار، یا در لبهاشون نگینه ها سخت کردگی هستند، در بینی هم نگینه سخت کردگی هستند و دیگر تغییرات های همین مردها در آوردند. لیکن اونها از طایفه هستند که اونها را مردهای دیگر استفاده میکنند